چون همه ساله پیش از آغاز کشت بهاری در شهر نویای کشور معاینه تکنیکی و ماشین آلات‌های کشاورزی از نظر متخصصان ساحه گذرانده می شود. با تشبث ریاست کشاورزی و مقامات محلی نمایش تکنیک‌های کشاورزی از قبیل تراکتورهای شدگار کننده تسمه چرخ تخم پاشک در شهر ترسونزاده دایر شد. برای از نظر گذرانی تمام تکنیک‌های کشاورزی خواجگی به نمایش برآورده شد. دهقانان و زراعتکاران رئیسان خواجگی و جماعت‌ها با سروری معاون رئیس شهر صالحه خالوبه از نمایش تکنیک‌های کشاورزی دیدن کرده به دهقانان عاید عاقلانه استفاده بردن هر وجب زمین و کشت سری وقتی بهاری دستور و مصلحت‌های سودبخش دادند. از آن با ما افتخار میکنیم که پختکاران بهترین از ترسونزاده میبراید و آن نقشه که ما به ذمت داریم با سربلندی امسال اجرا میکنیم. به همه شما فیض و برکت آمد بهار را مبارکباد میگوییم. رئیس ریاست کشاورزی شهر ترسونزاده جهانگیر روشنوف برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را سری وقتی ارزیابی کرده اظهار داشت که بار دیگر تکنیک‌های کشاورزی تا آغاز کشت از معاینه تکنیکی گذرانده می‌شوند. طبق نقشه وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در سال جاری در شهر ترسونزاده میدان پخته به 3000 گکتار رسانیده شده است که برای کشت نمودنی پنبه‌دانه در اینجا ماشین‌آلات‌های تکنیک‌های کشاورزی آماده می‌باشند. از آغاز سال تا امروز ما در همه خواجگی‌ها و خواجگی‌های کلکتیو و جمعیتی که در اختیار خود تکنیک‌های کشاورزی دارند با متخصصان ساحه رفته با آنها از معاینه تکنیکی عاید گذرانده معاینه تکنیکی کارهای فهماندهی داده شد و امروز عاید آماده بودن تکنیک‌های کشاورزی طبق دستور سپارش‌های وزارت کشاورزی و راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر ترسونزاده امروز ما همه ماشین‌آلات‌های کشاورزی را در اینجا دعوت نموده باز یک بار دیگر با متخصصان ساحه و با اشتراک شخصان متصدی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر ترسونزاده تکنیک‌های کشاورزی را از نظر می‌گذرانیم. مقصد از برگزاری معاینه تکنیک‌های کشاورزی خواجگیداران را بار دیگر موظف می‌سازد که عاید کشت خوش‌صفت چاره‌های ضروری اندیشند و برای اجرایش دورنمای نقشه‌های سالانه حصه‌گذار باشند.